طرح ساماندهی اتباع هست که در واقع داره مقررات و نظم بده به حضور اتباع در کشورمون. پیش بینی شده که اتباع وقتی میخوان در کشور ما بمونن کارتی براشون صادر میشه، کارت 1 ساله، 3 ساله و 5 ساله، کارت های موقت. و خب اینا در کمیسیون بحث شده و تقریبا نهایی شده. البته برای مدت اقامتشون فقط ما سالهای میتونستیم کارت تا 10 سال داشته باشیم که در کارگروه تا 5 سال تصویب شده. یک موضوعی که در کارگروه مونده اینه که پیشنهادی هست که کسانی بتونن از این مزایا استفاده کنن از اتباع که 10 سال سابقه اقامت در کشور داشته باشن. این برای اینه که اتباع جدید نتونن بیان وارد کشور بشن و کارت بگیرن، چون ما میدونیم که افرادی که میان بعد از مدتی اینجا موندگار میشن و اصطلاحاً رسوب میکنن. برای که جلوی رسوب رو بگیریم این طرح هست که احتمالاً در کارگروه تصویب میشه و بعد میاد توی کمیسیون برای تصویب نهایی. بر این اساس اگر تصویب بشه ما افرادی رو که از قبل اومدن داخل کشور نیروی کارمون رو از اونها میگیریم و بعد از اون مازاد اونها که نتونن در واقع شرایط کارت های ما رو داشته باشن، شرایط کارت موقت و اسکان موقت رو داشته باشن، غیر مجاز محسوب میشن و باید از کشور مازادشون خارج بشن. اون میزانی که نیاز بهشون داریم که برای اقتصاد کشورمون و برای در واقع پیشرفت کشور نیاز بهشون داریم با توجه به مشاغل خاص، اونها میمونن و مابقی باید برن بیرون. در این طرح پیش بینی اطلس مشاغل شده، یعنی در واقع اتباع نمیتونن در هر شغلی که مایل هستن فعالیت کنن. مشاغلشون تو این اطلس تعیین شده که برای مشاغل خاص کار کنن. ضمن اینکه در این طرح ما پیش بینی کردیم که نخبگانشون و نیروهای توانمندشون به صورت جداگانه باز از همین گروه بتونن تو کشور کارت بگیرن که ما در واقع نیروهای توانای اتباع از ایران اغلبشون خارج شدن، رفتن کشورهایی که بهشون امتیاز بهتری میدادن. اون رو هم ما تو این طرح پیش بینی کردیم که فقط نیروی کار ساده اینجا نیاد و نیروهای نخبهشون که مفید هستن برای کشورمون علاوه بر نیروهای ساده بتونن تو کشور بیان در حدی که نیاز کشور هست. ببینین اگر اونا همکاری بکنن القاعده بهتره برای خودشون دیگه، چون ما مصممیم که افرادی که بعد از این دارن میان یا از همین که خدمتتون گفتم اون به اصطلاح سابقه شون مربوط به سالهای اخیر هست، اینا رو مصممیم همه باید برگردن و باید به کشور خودشون برن. اینجا دیگه الان ضرورتی نداره. یک زمانی کشوری مشکلی براش پیش اومد، ناامنی بود، جمعیت اومدن. وقتی ناامنی رفع میشه و دیگه میخوان برای شغل و برای گزینش زندگی بهتر بیان، اینجا باید کشور میزبان پذیراشون باشه. نمیشه که یه نفر بگه من دوست دارم اینجا زندگی کنم. به هر حال شرایط کشورمون رو ما داریم میبینیم. طبق این شرایط ما به اصطلاح باید در حدی که نیاز داریم به نیروی کار اجازه بدیم باشن که اینها رو توی همون افرادی که سابقه 10 سال حضور در ایران دارن میخوایم انتخاب کنیم و افراد جدیدی که میان در حدی که مثل یک توریست و یک مسافر بیان و برگردن مانعی نداره. ولی بخوان موندگاری داشته باشن قطعاً برمیگردن. خب یه مقداری ما مشکل داریم که وقتی میان و بر نمیگردن سخت میشه کار و اگر اخراج میشن با 2 مرتبه میتونن از طرق غیر قانونی بیان. این هم دیوار به اصطلاح مرزی که داره به شدت کار میشه و مصمم هستن در نظام، نه تنها دولت، نظام مصممه و به شدت داره این کار انجام میشه. وقتی این کامل بشه که ما حدسمون اینه که تا 2 سال دیگه کامل میشه، دیگه این ضعف رو هم نخواهیم داشت که اتباع بتونن غیر مجاز وارد کشور بشن. القاعده باید همین باشه. با این خبری که ما داریم به هر حال خبر تایید شده هم هست که حقوقشون رو طالبان از آمریکا میگیرن، 400,000 نفر حقوقشون قطع شده 3 ماه. این نشون میده که به هر حال اونا تابع سیاست‌های آمریکا هستن. قطعا اونا در ظاهر ممکنه که با ما همراهی بکنن، ولی
عملا ما حدسمون اینه که بله همسایه‌ای هستن که به هر حال سیاست‌های آمریکا رو هم مد نظر دارن.